کلیسا برای اونها میسازیم. همه اجاره است، درست در اینا. شما میتونید در کتاب اجاره در خلاصه الفتوا نظر کنین، در این باب درست است. در همین جایها اگر برای شما کار باشد ولی بعضی بچه‌ها گفتن که همون کارخانه از دیگر کارخانه سرپولتر است، مایلش رفته کار کنین، اجازت دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. برادر سوال نمودند که آیا برای مسلمان در سرکف، کلیسا، معبدهای کافرها، عبادتگاه کافرها کار کردن، کار و فعالیت نمودن جایز است یا نیست؟ سبحان الله، امروز به مسلمان ها یک روز فرا رسیده است، یک حالت ضعفی، یک حالت شکست فرا رسیده است که مسلمان ها برای یک بردنان خود حتی در قرارگاه های شرک، در معبد های شرکی کار فعالیت کردن هم میپرسند و سوال میکنند. و حتی میبینیم که مسلمان ها یافت میشد که خود را مسلمان میگند نگهدارنده معبد، یک پاک کننده و تازه کننده یک منطقه و مکان و مستقر شرک هستند. العیاذ بالله. البته این ممکن نیست. برای مسلمان حرام است که در یک منطقه و در یک مکانی که شرک انجام می شود در همونجا کار فعالیت بکند. و همین هم از باب الکفر بالطاغوت است. کسی که کفر بر طاغوت ورزیده است باید از منطقه شرک دور بشود. اگر تواند اول نابود بکند به دستش، اگر نتواند باید نابود شود، یعنی خودش از اینجا بیرون شود. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی به ما امر کرد که و من یکفر بالطاغوت. البته هر کسی که به طاغوت کفر ورزد. ما در این مسئله سخنهای علما را چندین مراتب ذکر نمودیم که علما میگند به طاغوت کفر ورزیدن یعنی ترک کردن همان مکانی که طاغوت پرستیده می شود. پس این معبدها، کلیساها، این سرکف‌هایی که امروز کافرها، خواه یهود باشد، خواه خریستیان، یا که خواه مجوس و خواه رافضه، یا خواه صوفی و خواه بودیست، کسی نباشد یک معبد خاصی را کرده است و مردم غیر الله را می پرستند، در اونجا نباید کار و فعالیت بکند. هر کسی که در اونجا ریزا می شود و کار می کند، عمل می کند، داند که کفر بر طاغوت ندارد و خودش هم کافر و مشرک می شود. پس بارک الله فیکم، نصیحت ما به برادران، به همان کسانی که خود را مسلمان میگویند این است که به خاطر یک برده نان، به خاطر یک لقمه نانی که الله سبحانه و تعالی خودش وعده داده است که رزق شما را به شما میدهد، خود را به کفر نه اندازید، به شرک نه اندازید. نگاه کننده، پاک کننده، کمک کننده، تازه کننده، پاسبان منطقه شرک و کفر نباشید. پوشیدن کلیسا، پوشیدن تمام جایی که در اونجا شرک بعد از پوشیدن شما به جا می آید برای مسلمان حرام است، چرا که این تعاون به شرک و کفر است، کمک کردن به شرک و کفر است. الله سبحانه و تعالی ما را من کرد ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، به گناه و دشمنی و دیگر چیزها کمک نکنید. کجا رسد شرک؟ به شرک نباید کمک بکنید و کفر ورزید. پس پوشیدنش، بنا کردنش، نگهبانی کردنش و غیره و غیره و هر عملی که به همون بناهایی که در درونش شرک انجام می شود عمل وجود دارد، به همون عمل رفته عمل کردن و کار کردن، این کفر است و این جایز نیست. پس هر کسی که در سرکف کار می کند توبه کند و به سوی الله سبحانه و تعالی باز آید و کفر بر طاغوت را انجام بدهد. هر کسی که در سرکف کار می کند، شرک را می بیند، در همین جا می گردد، از ملت ابراهیم علیه السلام بیرون شده است. الله سبحانه و تعالی گفت ای مسلمان ها، به تحقیق ابراهیم و اون کسانی که با همراهی ابراهیم ایمان آوردند به شما یک نمونه و الگوی نیکو هستند. در سوره تحریم آیه 4
في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. به تحقیق برای شما ای مسلمان ها یک الگوی نیکو و یک نمونه خوبی هست. ابراهیم علیه السلام و اون کسانی که با همراهی ابراهیم ایمان آورده بودند، چرا که اونها به قومشان گفتند زمانی که گفتند که ما از شما ای مشرک ها بیزاریم و از آن چیزی که شرک انجام میدید، از شرکتون هم و آن چیزی که بجز الله میپرستید ما بیزاریم و بین ما و شما دشمنی تا روزی توبه کردن و قبول کردن حقتون باقی خواهد ماند. پس ای مسلمان وقتی که شرک را دیدی، منطقه شرک را دیدی، از اونجا دست بکش، دور شو و به اونجا کفر و عداوت ورز. بارک الله فیکم.